دوستانی عزیز، امروز من برای شما آشی به گوشت پختم. در اروپا اصلا اونقدر گوشت نمی‌اندازن در خوراک‌هایشون. یک دو نفر دوستانی چچنی من بسیار خواهش کردن که چطور پختن آشی به گوشت رو به اونها نشان دهم. Дорогие мои подружки, это для вас. اکنون تا به آخر ویدیو تماشا کنید. حاضر کمک آشی به گوشت با تخم میپزیم. طوری گفتم این خواهش دوستانی چچنکا و روسی من میباشد که از من خواهش کردن برایشون آشی پهلوی تاجیکی به گوشت رو نشان دهم. با ما باشد. برای این سبزی پیاز لازم است. حاضر سبزی رو نرگسی ریزه میکنیم، پیاز رو ریزه میکنیم و دیگ رو میمونیم. سبزی رو ریزه کردیم، پیاز رو هم اکنون دیگ رو در دیگ روغن ریخته ما آش رو میپزیم. یک دانه سبزی رو بتون میمونیم برای با مزه شدنش. این آش وگتریانسکی گویم میشود. دوستانی عزیز، آش رو سر میکنیم. آش به گوشت رو اول پیاز رو میزیربونیم. همراه پیاز یک چسناک، یک سیر پیاز رو میتوانید اندازید که باز با مزه تر شود. نگاه کنید. دوستانی عزیز، ما پیاز رو نمیگیریم، بعضی پیاز رو گرفته میپریم، من نه. اکنون سبزی رو میریزیم. سبزی رو نیمش رو میریزیم ولی نیمی دیگر رو نمیریزیم. نگاه کنید. یعنی که اینش میستد، اینش رو بعد میاندازیم. حالا فقط این زیربک ما میپزد. زیربک ما تیار شد. ما گفتیم طوری که آشی به گوشت با تخم تیار کرده ایستادیم. چسناک انداختیم. وقتی که روغن رو میاندازید بسیار با مزه میکند. بعضی چسناک رو نقد میبینن میتونید اندازید. اکنون سبزی که داشتیم اون سبزی رو میاندازیم و آب ilova میکنیم. حتما آبتون باید خنک باشد. آب جوشیدگی ندازید هیچ وقت. و اکنون با زیربکمون یک قاشقچه شکر حتما ilova میکنیم. با مزه میشود. من با شکر آش میپزم که خیلی با مزه است. و نمک میاندازیم. اگر که نخود داشته باشید میتونید نخود هم ilova کنید. حاضر من شکر و نمک میدوزم. شکر ilova میکنیم با مزه. بعضی ها نبات میدوزند بسیار هم خوشخور میشود. نمک میاندازیم و زیربک ما میجوشد. از این زیربک ما پخت. حاضر برنج میدوزیم. من برنج رو نگلاس یعنی دیده میاندازم. عزیز، ما برنج میگیریم با چشم نگاه کرده. مثال بعضی ها با پیاله میگیرن، من هم خیلی نگاه میکنم. این برنجی که ما گرفتیم قریب 3 پیاله می باشد اگر که با پیاله حساب کنیم. اکنون آش برنج رو تر کرده تازه میشویم و با زیربکمون میاندازیم. اکنون برنج رو میاندازیم با زیربکمون. با زیربکتون میاندازید برنج رو و میبینید سطحی از سطح برنج یعنی 1.5 سانتی متر باید بلند باشد. ولی برنج ما آبکش است. برای همین من بسیارتر آب میریزم. اکنون میجوشد. دوستان عزیز، آشی ما برنج رو جویده گرفت. آشی به گوشت طوری گفتیم. من خواهشی دوگانه هایم که از چچنستان هستند گفتن آشی پهلو رو دوست میداریم ولی میخواهیم به گوشت نشان دهیم چطور پخته میشود. ما آش رو جمع میکنیم. اکنون زیره میاندازیم با آش و سراغ میکنیم کمی کم. من زیره گیرم. زیره میدازید کمی. حتما زیره اندازید. اکنون با یگان قاشق یگان شکاف میکنید و آش رو دم میدازیم. نیم ساعت میسته. تا این وقت ما علاقه تخم ها رو جوشانده میگیریم. در علایدگی تخم رو میجوشونیم. آشی ما باشه دم انداختگی است. اکنون تخم ما میجوشد.
блогерони азизи ман дидеда оши бегӯшти мо шуд. дар аврупо аслан аз гӯшт даст кашида истоданд. мегӯянд ки ба саломатӣ зарар дорад. бештар хӯрокҳои солим аз ҷумла бо сабзавотҳо бештар мепазанд. акнун оши бегӯшти мо тайёр шуд. тухмро ҳам ҷӯшондагиро ҳозир тоза мекунем. ин оши мо аст. ман ба шумо нишон диҳам оши бегӯшт ҳозир. дӯстони азиз, ин оши бегӯшти мо тайёр шуд. бо тухм, бо картошка ҷӯшондагӣ мешавад. имрӯз помидори мо тамом шуд, бо салёнӣ мехӯрем. ба ҳамаи шумо пеш аз ҳама ман хонаи пур аз кӯдак, дастархони пур ва хандаву шодии бепоёнро дар ин зиндагии кӯтоҳ таманно дорам. марҳамат, биёед ош хӯрем.